رتینول به عنوان یک محصول همه کاره از مشتقات ویتامین آ هستش که روی آسیب‌های پوستی مثل جای لک، جای جوش‌های قبلی، چین و چروک و منافذ باز تاثیر میذاره و اونها رو کاهش میده. رتینول با تحریک سلول‌های پوستی چرخه سلولی پوست رو افزایش میده و در نتیجه کلاژن سازی پوست هم افزایش پیدا میکنه. زمانی که از رتینول استفاده میشه، یکی از عارضه‌هایی که امکان داره پیش بیاد پوست شدن و خشک شدن پوست هستش که برای کنترل این موضوع ما میتونیم از دوز کم رتینول که رتینول اوردینری 1% هستش و به دفعات کم از هفته یک بار شروع کنیم تا پوستمون به این اکتیو عادت کنه و بعد تعداد دفعات و دوز مصرفی رو افزایش بدیم. رتینول